نمیدونم، واقعا حیرت زده شدم از جواب علیارض به نفس. نه به اینکه قبلا خودش یه بار گفته بود به نفس علاقه داره و نمیتونه رابطه جدیدی رو شروع کنه و حتی ابراز دلتنگی و بیقراری کرده بود، نه به اینکه حتی حاضر نیست یه فرصت دوباره به نفس بده، با اینکه هر دو اشتباهاتی داشتن و خب نفس قبول کرده و میخواد دوباره به رابطه برگرده. ولی امان از دست علی تو نظرت چیه؟ جان عزیز چی داری؟ راجع به حال صحبت کردم. من کلا فکر کنم هر کی که دیسلایک میده تازه طلبکارم هست. تو این جمع هر کی دیسلایک داده پیگیرتر از اونی که لایک داده. من نمیدونم کارهای من به کسی چه ربطی داره. چیو باید بکی توضیح بده واسه متوجه نمیشم. نه راجع صحبتی که داره میکنه این که بیرون میگه میگیره. ناراحت شده که بازم من ربطی نداره. من دیگه مسئول حال ایشون نیستم. میگه اذیتش میکنه میتونه نبینه. این که من رفتم چالوس، این که با کی میخواستم برم، که برای چی اصلا این کارو کردم دیگه به خودم مرد. اشتباه میگم؟ کاملا درست میگی. خدا خیر بده. من یه سوالی از پارسا دارم. بله. پارسا، کیمیا میگه که من رابطتون رو خراب کردم. تو این همه مدتی که با هم دیگه بودیم مگه من نگفتم اگه قراره کیمیا توی رابطه اذیت بشه تمومش کن؟ چرا؟ اون موقع که تازه اولاش بود من برگشتم بهت گفتم این دختر خوبیه، اگه قراره اذیت بشه همین الان تمومش کن که کمتر اذیت بکشه، به چند سال نخواد بکشه. چرا گفتی؟ ولی ما رابطمون اونقدر هم که شماها دارین دربارش فکر میکنین کثیف و زشت بوده نبوده و این چیزایی هم که بین خودمون دوتا بوده فکر نمیکنم به شما مرتبط بشه. بعد تو این قصه رو واسه کیمیا میخوردی؟ فکر رابطه خود نبودی؟ یعنی به پارسا میگه کیمیا اذیت میشه این کارو نکن، بعد خودت میبینی اذیت میشه این کارو میکنی؟ خوبی؟ تو از حرکت های من اذیت نشدی، تو از حرف کیمیا اومد رفت دعوا کردی که رابطه داشت. از حرکت تو اذیت نشدم؟ قشنگ هم سوال پرسی جا خورد. خیلی خونسرد عالی بودی. من خیلی سری معادلات دارم اصلا حل نمیشه واسه همیشه هم که همیشه هم حل بشه. خیلی چیز ساده ایه. مگه میشه به کسی مشاوره بدی بعد خودت هم مشکلی داشته باشی هیچ کارش نکنی؟ بعد اصلا چرا من این قضیه رو باید از زبون کیمیا بشنوم؟ چرا خودش بهم نگفته؟ منم همین حس علی رو دارم دیگه. من با چیزی که از خود پارسا میشنیدم من نفس شدیم. چیزی که خیلی دارید بزرگش میکنید فقط در حد یه سوال بوده توی پارسا جان بزرگ 8-9 سال پیش. اصلا من خودم یادم نبود که بخوام بهتون بگم این حرفو نفس تو برنامه زد. اسمش هم گذاشته پیشنهاد. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین تا از اتفاقات جدید و لحظه عشق و نفرت زودتر از همه باخبر بشین. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین تا از اتفاقات جدید و لحظه عشق و نفرت زودتر از همه باخبر بشین.